یک بچه ها خوش آمدید به ویدیوی دوم ما از چینل دوستانه. امروز دو نفر تازه را با خود داریم. یکی کیباش هست و دیگه سعید احسان هست و دیگه کاکای ما دوباره از یک دست بالا کنی نمیتونم بچه ها. سلام احترام و تقدیمتان. این بچه ها اما کیباش هست که میشناسین خودتان دیگه. لیکن یک سکند گفتم که بابش تویشا میکنه. توی من توی از این را نکرد بابش نشد توی. و موتر کاکا هست میریم یک امروز روز یک بسیار خوبه. اچھا ما شما میتونیم امروز تصمیمی از این گرفتیم که باید سوی بلخ یک سفر کنیم، اما یک ذره تایم دیر شد، ناوقت شدک. ما میتونیم شما عرب بزنیم مستم کی باشه هستن نو الهام جای معرفی کرد نمیخوایم که همیان طرف بلخ افتر هستیم دوستا. این هم بلاکای میزان پلازا. دوستای عزیز حال بخیر. ما بخیر انشالله که خیرش یک بار برسیم سنی طرف بلخ، اما از راه چیز میریم ارگنک. देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। ارگنک جست ارگنک طرف چیز میگه چی میگن سمنگان. اشتباه شد سه بخشیم زدی کوکو چی میگه ما اشتباه کردم اشتباه کرد. معذرت خواهی را میکنم از دار طرف بلخ میشه مزاد بخواه. ارگنک راستی رای سالنگ ارگنک رای سالنگ است. اینجا این گفته رای لب بر تصمیم تخییر کرد دوستای عزیز. भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है میریم لب بر نه میتونستیم از لب بر یک دیدن کنیم، بعد از اون باز بریم طرف بر. دوستا نوزا پلان ما جور نشده دنس برا تغییر هم میکنه تا مال بلخ بود نه چیز شد. آدم با قرآن این میگه که خود از یک جهنم است. کدام؟ ये बड़ी अच्छी बात कही आप نه اون دوکاره پیش دوستای عزیز با آن راستی من وظیفه اجرا میکنم به شرکت پامیرکولا. بالا هستیم गजब बेइज्जती है وقتی از که من نوشابه ما را یاد میکردم فهمیدی؟ وقتی از اون اعلانات از تبلیغات میکنه. سلام علیکم دوستان. پس دوباره آمدیم اینجا این نوشابه بگیریم دوستا. چرا دیدید یک پیام بازرگان من از افروخی اینجا میریم دوستا یک نوشابه میگیریم با پس بریم داخل موتر پس طرف پل امام بگیره. راست میگه این حرف از بچه دوستا پیس انرژی فارمی هایپ. अरे कहना क्या चाहते हो ماکا هم هایپ میخوره دیگه. هم هایپ کلای هایپ رضا هم هایپ میکنه. چند تا سه؟ 4 تا 3 تا ما 4 5 تا 5 تا 15. و دوباره آمدیم و سودا را گرفته میای احسانشان و ما تاخته میره پس به طرف موتر و اینجا رضایشان نگاه کنه. سلام علیکم. یادکا عزیز یک دقیقه بریک میگیریم
یک چند حرفای شخصی از متاسفانه که شما شریک ساختن نمیتونیم. No! God, please, no! No! میتونیم که ویدیو رو پاوز کنیم. پاوزش کنیم. پاکسش کنم. پاوز. خسته نگرفته. پاوز کنیم. من یک باشه. این چی رقم کامرمند داری گوگا؟ گوگا. بگم پاوزش کن پاوز. اینی که از دوستا های پس از کمپانی او رضا. راستی. های. نه. این مدیر توزیع کننده است رضا. مزاحمت کرده رئیس. اما ایره ما توزیع میکنیم مگم برنج دیگه ما توزیع میکنیم. خوب انرژی است، ما بهترین انرژی و نوشابه ها رو داریم. اگر در افغانستان آمدین در خدمت هستیم برای شما. دکان بریم پیسه میتونیم بگیریم. नहीं یکی از کمپانی نمیشه پامیر که. کولاس اصلا از ایرانی است، وارد کنندش پامیر کولاس است و این رضا هم مدیر توزیعاتش است در سطح مزار شریف. कैसा लगा मेरा मजाक دارم پس علیل آقا خفه نشوین. همونم بردان اعلانات اعلانات میکنم در ویدیوهای بعدی. بگو در ویدیوهای بعدی. در ویدیو بعدی نه، ویدیو بعدی ممکن داره که بشوه، چون فردا رو کسی نیده، 10 دقیقه بعد پیش نیده کسی. शाबाश बेटा बहुत बढ़िया मुन्ना معذرت میخوایم بردان پیش بینی کردن نمیده. عزیز افغانستان بهترین کشور است. دوستایی که خارج از کشور هستن کوشش کنین بیاین، اگر نبیاین مربوط خودتان میشه، ما کار داریم دیگه. دوستا برتون بگم هدف ما از این ویدیو چیست؟ هدف ما از این ویدیو یه چی نیست. हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं आप चूतिया हैं هیچی نیست دیگه. والله خستم قیمت شده جوره 15 رو گرفتم. قیمت داده برای دوستا خسته را و اینا گرفتن سعی کلان کردن به جوره کوکا مایدوشتک دو پایین معلوم میشه. सारी उम्र में जो कर जा बड़े आ रहा तेरे पिता خوش آمدید دوستا. به چینل الهام کرم زاده. دوستانه चीटिंग करता है तू نام خودم نه. ببخشید شما که دوستانه باید کل ما باشید. برای من باز جیجان هیچی برای من نگفتن که چی گپ بوده چی شده. و اینجا هم تکر شد و سیزی تکر شده. حادثه ترافیکی رخ داده. بسیار خونین و بسیار زیبا. الان زدش و کلی که مامور سعی داره ماشین میچوره راستان سعی سرته آگار نشد. برای دیگه ما چیکار ما خواستیم ببینیم حادثه را. خیر نبید در افغانستان حادثه زیاد رخ میده چون سرک هایش همه خورد است دیگه. موتروانا یاد نداره. یاد داره اما لیسانس ارینه. سرجمال یک تن از بچه های مامای قسیم خان است. अच्छा रिमिक्स आइटम है ये بچه کاکای و او در بین ما حضور نداره. بخیر در ویدیوهای بعدی میاریم. بعدی بخیر. یک ذره نزدیک است برای ما چون که او در ترکیه است، ما در افغانستان. بخیر میاد در ویدیوهای بعدی ما باز کردیم. ما فاصله قلبی ما نزدیک است. اما فاصله گفته حساب فاصله قلبی ما بسیار به هم نزدیک هستند. یک نوشابه مثل یک خودش میفهمه ببینید مالا با دیدادی رسیده अच्छा که یک تن از ولسوالی های مزار است. والا از اینجا تیر شده گذاشته به سوی قلعه جنگی میریم که قلعه جنگی را کسایی که دوستایی که بیرون از کشور هستن از مزار شریف باشن میفهمن قلعه جنگی. سید عبدالرحمن قسیم قاسم جلال قسیم جلال، سید احسان اکرمزاده و سید سبحان اکرمزاده و سید رضا سادات مدیر پامیر کولا و نواسه های ایشون کما وقت است با نواسه کاکای جمال جان میشه با بچه خب نواسه مامای قسیم جان. रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना با خود این دامیم سید رضاست. یکی از دوستای نزدیک ما و چی میشه؟ و یکی از دوستای شب نشینی ما و کل چیز ما هم کده گذاشته در خوشی و غم با هم بودیم، در غم و خوشی هم با هم بودیم و خوشی و غم هم با هم بودیم. Oh my God! Wow!
گذشته یک دوستای خوبی و نزدیک یکی از دوستای عزیز که قلعه جنگی اینجا بهترین جای با محافظت و کمینگ است که اگر شکستای دولتی سیاسی بشه و مربوط ما نمیشه در راجع به او حرف نمیزنیم. بالا نه همینجا خوبش است، همینجا خوبش است. میرین بالا اشاره نمیدم بالا. بازی بالا. میکنیم ما بازی کلای ما جمپر ما اول که جمپر این عکس نمار خوبش بگیر. این میخوای که جامپر خود بازی کنه که یخ نکنه. جمپر داره یخ نکنه نه او یخ نکنه اوشیان. من ان به دریا خواه بشه. من مرد دریا هستم. من غذای ماهی هستم خب دوستا آمدیم موتر یک تله کنیم و اینیرم کاکا سید قسیم جلال دارا करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ سید نیست و اینیرم سید احسان اینیرم سید صبحا بچه ها یک جای همینجا یک موتر بود بالا شده نمیتونست بالاش کریم बाप को भेज तेरे बस की बात नहीं تیله کریم و اینی 3000 سوپر هیرو که خودم شد मस्त जोक मारा रे या हंस रे हलकट हंस بخار موتر بالا یک سوپر هیروی ما که شالش رفته پیش این سوپر هیرو حدیثه که زور خدا زد شالش کنده شد دوستا یک گپ بزن کاکا سلام علیکم جور بخیر خسته قیمت شده अबे साले तभी मेरा माफ و رضا سوپر هیروی بزرگ ما سوپر هیروی بسیار بزرگ ما آمدیم با گشتیم دوباره What? گشت دوباره هیچی آمدیم دوباره گشتیم برگشتیم دوباره خسته قیمت شده و اینجا هست اینجا مامو کری میگن که یک تن از خونین‌ترین دریاهای مزار شریف پایپ انرژی دینی در پاور فورس یک تن انرژی های افغانستان است که پامیرکلا وارد کرده و ساختش هم از لوگوی پامیرکلاست بهترین یک انرژی است جای اعلانات است و بیادر ما یه ویدیو دوستانه میگیریم شما اعلان کنید خیره مشکل نیست میخوایی که دوست عزیز یا بگوش تو میخوایی که بودوشی میخوایی که اعلانات من ناشدم لذت خدا برو من به اعلان ضرورت دوستا این رضا که از زیاد انرژی خود اعلان میده ما اصلا میخوایم هدف ما است که ما یک ویدیو دوستانه صمیمانه جور کنیم ما چی میام کلی اینمی خلاصه بگه اینمی پامیرکلا اینمی سید علی یا انرژی رو آوردن خودشون خواستن من از خسته پوشیگه پینا خسته که من شده رضا کدام گفتنی دارم برای شما ما نمیخوایم که یوتیوبر شیم What? Bro, what are you talking about, man? یا در یوتیوب ویدیو رو بریم که مردم ببینن ما ایره برای مردم بگیم با دوستا سفر کنین دوستایی که همراهتان میره معرفی بکنید که اینا که ما رفتن و جایی که میریم با مردم با خنده و مذاق و در رخشندی برایشان ویدیو رو نشر بگذاریم اما یوتیوبرهای کسایی هست که بسیار مؤدبانه بسیار با چیز نه مردم خنده میخوایم مذاق لبخند میخوایم चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ این وقتی از این ما
کلی گپای که دیده شما یک بازرگانی بود این پیام بازرگانی بود. اگر مردم جدی گیره خب میگیری نگیریم اونم گسفندی هست. دوستا یک عکسگیری میکنیم بعد یک عکسگیری کنتا دوباره دنی برای تو ندارم این گفت خدا شکل تک عزیز موبایل عزیز سوخت خراب شد دیگه ویدیو نیست. اون پول میبینی پول نشان بده بنشان این پول نیست پول دیگه نیست و پول دیگه پول ماموکری. این پول چیست؟ پول ماموکری همین پول پیسه پول میر قاسم جان چوبه پول دائمی سابقه عمو بود اینی او اول است او میشد به این دوستا اون طرف یک جای خوبش کاکا یافتم اونجا خیلی دوستا یک چیز دیگه رو براتون نشان بده. نه ترسی جان آب اوه خوب شد گفتی ما نمیفهمیدیم این آب است. کاکا میخواهد درا کاکا را میخواهد احسان تحقیق کرده که اینجا الماس هست. در حالی که الماس اینجا ریگ است ما غلط شده. کاکا اینجا چی هست؟ آب हमको सिखा रिया है دوستان یک چیز دیگه بهتون نشان بدم. این رضا دیوانه شده دوستا نشان بدم سعی نیست ما یک تر از اون زور خطا شدگی هست. سنگ‌هایی که سنگ داشته اونو تو فکر کنی که چی رقم خلط شده در داخل آب. چرا فکر کنم؟ سفید شده من دروغم. تو از این باکس زدی سر رو فرستنت مصرف کردی. تو آخیره ساختن. او دوره. ده سعی کن زیبایی که خدا به من داده زیبایی طبیعی داشته باشه همانند من نه که مثل رضا ماکس بزنید. دوستا یک گپ از این میگم خبر شدید خاصه قیمت شده دوستا که یک چند دقیقه باشه बाबूराव का स्टाइल है तू ले بابا خود را اختیار میکنم همانند کتاب. نه داره دوستا عکاسی های ما خلاص شد و میریم به طرف موتر و خانه دیگه بعد مقصود ما به طرف مقصود توی کعبه بود خانه توی تو خانه با آنر اینا مادم موتر اینا در موتر میشنی ششتر یاد بگیره یاد بگیرید دوستا انت میشه دوستا اشتر خو یاد گرفتیم دیگه و حال میریم داخل موتر و به طرف خانه بخیر انشالله حرکت است ای چی دو مو
دوستا حرکت کنه. چهره رضا نور میباره همین دقیقه و رفته رضا رایسته 100 روپیه ماسک در رویش مصرف کرده. 100 روپیه واکس دادم واکس دموی زده میشه. رضا که هست یکی از بی سرپناهان هست. نه دیگه میال کاکا را شور را دیده در شهید رای هر شهید رای چکر کاکا یک هم چیزی گفتن این دارن اینا که هست میگه ساکت باش مثل یک کتاب باش. فعال سال هست این برادر ما که هست بازی مقصد به جای دیگری هست. کوشش میکنیم که وقتر از خانه برایم ما یک روز وقت داریم که با شما حرف بزنیم و حاضر شویم پیش شما. اما او روز جمعه است، یکان وقتا ما خسته میباشیم از کار و وظیفه، چون افغانستان بسیار سخت است. با یک روز دوستای دوست ندارید بسیار زیاد یعنی ما هیچ پلان نداریم، بی پلان هستیم داریم میریم شاید هست. کوشش میکنیم راست میگه دوستا ما همیشه ویو زیافتر بگیریم ما ببینیم که یک نتیجه میده. دوستای ما همکاری میکنه با ما، اگر نه که همکاری شما نباشه ما نمیتونیم پیش ما اگر حمایت از شما طرف شما نبه ما نمیتونیم پیش ما حاضر شیم. نه خوشت دوستا لحظه خداحافظی ما با شما رسید. खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया از دنیا و بخوایم و رضا کدام گفتنی داره و چینل ما رو سابسکرایب کنید، زنگولش هم فشار بدین دوستا و با درود و حمایت دوستای عزیز. حالا ما میخوایم از این دنیا برویم به اون دنیا. اگر میخوایم بیاین مشکلی نه، راهش بسیار سخته، دلی گردانه اما ما مذاق میکنیم. دوستای عزیز خوش دیم همراه شما. اگر میشه ما را حمایت کنید، زنگوله را فشار بدین، لایک و سابسکرایب کنید. دوستای عزیز ما تا حدی را میتونیم که لبهای شما لبخند بیاریم. تب خوش خدا پیش میکنیم. تب خوش میکنیم دوستا همون چیزا را بگید بچه ها را که خسته رهت را ارزان کاکا دوباره چینل ما الله حافظ. خدا حافظ دوستان عزیز. دیدید که امروز ما کجا رفتیم، چی کارا کردیم و دیگه ای که به حمایت شما نیاز است و ما را حمایت کنید، چینل را سابسکرایب کنید و زنگوله را فشار بدید و خداوند یار و نگهدارتان. خداوند یار و نگهدارتان.